میوه فروشان کنار جاده چوک شهر پلخمری دست به تظاهرات زده و برای نیم ساعت شاهراه کابل شمال را که از این شهر میگذرد با آتش زدن تایرهای موتر و کارتنهای کاغذی برای ترافیک مسدود نمودند. این مظاهره بعد از آن آغاز شد که پلیس قصد دور کردن غرفه‌های میوه فروشی کنار جاده عمومی شهر پلخمری را داشت و میوه فروشان که به خشم آمده بودند به صورت ناگهانی میوه‌هایشان را برای جاده پرتاب و اقدام به تظاهرات نمودند. برباد شد. ولسوانی دانه را برو پاکسازی بک از مخالفین دولت. چیزی که ملت سایطره بدانی غوریا من در پلخمری یه ملت غریب بیچاره با شمول خودم یک فروش هستم. کجا برم؟ رئیس صاحب شورای ولایتی، والی صاحب بغلان، قماندان صاحب امنیت بیا زمینی کار به ما مساعد کو. با ما جای مناسب ما کجا بریم؟ پلخمری یک قوطی نسوار واری است. میگن که ما پیسه میخوایم میدم که جورای میگن. ما به خاطر زور عزت خودمون غریب بیچاره ببره کجا بره بلیاز خدا غریب بیچاره ببره ما ترافیک میداری ترافیک پیسه میخواد ما تسلک میبرد ماشین بخوره 5 ضربه مردم جمع میگن کار میگن. اینجا کم و بیش 30 غرفه میوه فروشی است و میگویند با اجازه شاروالی نهاده شده و شاروالی از آنها هفته‌وار و یا ماهوار پول میگیرد. ما خواستیم تا نظر قماندانی امنیت بغلان در این مورد را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.